دوستان عزیز، امروز من با یک ویدیوی بعدی این آلیمیتر موبایل لبلیکا، این جا باتریمونه. این ویدیوی بعدی حالا رو ترجمه میدم. اینم از چلیدم. این ویدیوی تایر ماشین به اندازه نوچ آلیمیتر اینجا چسب زدیم که دیگه خودتون میدونید سوری خاموش روشن میشه لامپ آلیمیتر. الان توی دفتری واسه تو می‌نویسم دستگاه چه داریم. راستی من هنوز بهتون نگفتم این دستگاه چه دستگاهیه. این دستگاه پشمش سازه که الان دیگه میبینیم. بریم واسه نقاشی. خب بریم واسه ادامه. حالا میخوام واسه نقشه آلیمیتر چجوری به باتری وصل میشه، چجوری به دکمه با یه دکمه خاموش روشن میشه آلیمیترمون، و میخوام دستگاه پشمش رو با کل توضیحات میخوام توی دفتر بنویسم و ببینیم من میخوام چی کار کنم و چقدر وقت از من میگیره. معذرت میخوام کار با شما بریم واسه کار. خب این نقشهشون. بریم واسه سیم بندی. خب این سیم منفی مثبت، این سیم مثبت منفی. این مثلا میگیم قرمزه، میخوام بالا سیما رو این فیلم قطع میکنن، سیما رو به هم وصل میکنن. خب این هم سیم کشی. اگه کسی مثلا تو کار فناوری ماهر باشه و خیلی دور این وسایل باشه قشنگ میتونه، اما کسیش تازه وارده و نمیتونه، این دفترچه مثلا یه دفترچه مثلا الان من همین دفترچه واسه میخریدم، میتونم راحت اینو همینطوری هر کاری من دلم میخواد میتونم توی دفترچه بنویسم. مثلا بخوام ویدیو بگیرم واسه یوتیوب، اینجا پشمک سازی، اینجا دریل سازی، اینجا سندت سازی، اینجا موتور سازی و اینجا ماشین سازی. میتونم هر نقشه چیزی میخوام میتونم تو اینا بریشم و طراحی کنم. حالا بریم واسه بعدی. این برجه اولمون بود. خب این امتحان اول، امتحان دوم. خب امتحان دوم میخوایم بگیم چجوری پشمک میخوایم دور بدیم. بریم واسه کار. ببخشید صداشم اذیتمون میکنه. خب این پارت اول، پارت دوم اگه خدا کنه فردا چه صفت آدم که داریم. خب این پارت اول بود. پارت دو رو با امید خدا فردا توی کفشم میذارم. من فیلم قطع کنم چه تا 5 دقیقه فیلم قطع نکنم داداشم قطع نخوام میکنه. خدا نگهدار. این نقشه. اما جان مادرت یادت نره فایده کنی، چون تازه من پیدا شدم اولش